انجام حرفه‌ای و هوشمندانه پروژه نفوذ، دستیابی به اسناد سری رژیم، انتقال موفق اسناد، پایگاه‌های از قبل پیش بینی شده صرفاً یک بخش از اقدامات ترکیبی اطلاعاتی عملیاتی مقتدرانه بود. اگرچه گنجینه منتقل شده به داخل کشور شامل میلیون‌ها صفحه اطلاعات مختلف و متنوع رژیم صهیونیست، اعم از پروژه‌های پیشین و در دست اقدام تسلیحاتی رژیم تبهکار حاکم بر سرزمین‌های اشغالی، پروژه‌های بهسازی و باز فراوری تسلیحات هسته‌ای قدیمی، پروژه‌های مشترک با آمریکا و برخی کشورهای اروپایی، تمامی ساختار اداری و دستاندرکاران تسلیحات اتمی و محققین، پژوهشگران و مدیران ارشد این پروژه‌های ضد بشری، اسامی محققین و به اصطلاح دانشمندان آمریکایی و اروپایی در پروژه‌های مورد اشاره، آدرس تأسیسات، شرکت‌ها و تمامی همکاران این پروژه‌ها مأموریت بسیار مهم و پیچیده بعدی سربازان گمنام امام زمان، پردازش اطلاعات و یافتن روابط عناصر و شبکه‌های مختلف انسانی و سازمانی مرتبط با پروژه‌های هسته‌ای رژیم در داخل و خارج سرزمین‌های اشغالی است. کشف روابط عناصر و شبکه‌ها به اندازه پروژه نفوذ و انتقال اطلاعات به داخل کشور اهمیت دارد. داده‌های انبوهی که از داخل سرزمین‌های اشغالی به تهران منتقل شد، اینک به شکل شبکه‌ای در هم تنیده از اطلاعات پردازش شده درآمدند. کهکشانی از نام‌ها، نشانی‌ها، روابط داخلی و خارجی، اسناد، پروژه‌ها و حتی عکس‌ها با یکدیگر مرتبط شدند. این شبکه در هم تنیده حاصل ماه‌ها فعالیت تحلیلگران وزارت اطلاعات است و به خوبی نشان می‌دهد